قاعده 46 توحید و شرک در توسل را بدانیم. توسل هم یکی از اصطلاحات مهم اعتقادی هست و در مسائل اعتقادی ما مکلف هستیم که به قرآن و سنت مراجعه بکنیم. چرا؟ عقیده صحیح و درست در کجا هست؟ در قرآن است. و این قرآن کی تفسیر میکنه؟ رسول الله. قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا سعی کنیم در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل دو قسم بیان شده. یکی توسل مشروع هست، یکی توسل نامشروع هست. توسل مشروع را میخوانیم که چی هست؟ توسل مشروع که در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و ثابت شدن، اول با چند طریقه هست. اول توسل از به نامها و صفات الله. توسل متوجه هستین؟ یعنی شما در یک مشکل گرفتار هستین، در یک سختی گرفتار هستین، میخواین به الله یک وسیله را پیش کنین، توسل بکنیم. اول مثلا ما یک مشکل سخت سر ما هست، میخوایم به الله وسیله بگیرم و توسل بکنم. قرآن برای ما کدام راه ها را نشان میده؟ اول قرآن عظیم الشان برای ما میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. پس اول توسل به چی هست؟ به نام ها و صفات الله هست. 99 نام الله هست. ما در حالت سخت قرار دارم، در این حالت سخت ما چی هست؟ من نامهای الله را برای الله وسیله قرار میدم. یا الله تو رحمان هستی، رحمت بالای من نازل. یا الله تو ستیر هستی، ستر کننده، گناه ها امی اشتباهات مرا ستر بکن. یا الله تو غفار هستی، خود در قرآن گفتی که غفور هستم، پروردگار مرا مغفرت بکن. یا الله تو تواب هستی، خودت گفتی که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ما به این طرح دعا میکنم. یا الله تو تواب هستی، ما بنده عاجز هستم، گناه کردم، توبه ما قبول کن. یا الله تو توابی، تو رحمانی، تو رحیمی، تو قادری، تو قدیری، تو مقتدری، ما بنده و رحمیگن. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولی کدام شخص است که 99 نام الله را در مشکلات خود گفته باشه و این نامو خلاص شده باشه؟ باز ما بریم پیش مخلوق. الله میگه فدعوه، فعل چی است؟ امر است. امر است. الله میگه نامهای خدا براتون نشان دادیم، صفات خدا براتون بیان کردیم، شما طلب کنین از ما با چی؟ با اسماء الحسنى. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این طریقه اول است. طریقه دومی است که مخلوقات بسیار بزرگ است. متوجه هستین؟ جبریل علیه السلام بسیار بزرگ است، میکائیل علیه السلام بسیار بزرگ است، اسرافیل علیه السلام، ملائکه های بسیار بزرگ هستند. ملائکه های بزرگ چه قسم بزرگ هستند؟ مثلا اگر خودت یک نفر بگه که می خانه مرچه را برو چپکو، یک دانه خشت را دستت میگیری ولی می خانه مرچه که همی 3-4 دفعه زدی، خانه مرچه که یک دانه خشت پخته چی میشه؟ تکه میشه. این حال ما و شما در مقابل ملائکه مثل چی هستیم؟ مثل مرچه هستیم و کوههای ما و شما مثل خشت در دست ملائکه. وقتی ملائکه می پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسئله طائف میگه من ملائکه از ببینی کوه هست، بگیرم کوه مکه را، بگیرم کوه طائف، یک شده فرق مردم مکه، یک شده دیگه بزنم که کلشان تار مار شه. رسول الله میگه نه، خیر است که سر ما ترقاندن، خیر است که خون ما ریختاندن، خیر است که مرا لد کردن. دعوت می قسم است. دعوت هیچ وقت کس براتون نمیاره، گوری پلاو نمیاره. ما دعوتگرای پلاو خور که میگه بر ما هر وقت پلاو باشه و کباب باشه، ما صحیح دعوتگر نیستیم. دعوتگر کسی است که به خاطر دعوت لط میخوره، دندانش میشکنه، خورای جاری میشه، از تخته پشتش پیش روش سنگ زده میره و یک صحابی دیگه در مقابلش زید بن حارثه استاد میشه و میگه که زده میرن، گاهی سنگ در فرق قضیه میخورد، گاهی سنگ در فرق رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی اینمی دعوتگر که اینمی قدر عذاب میکشه، دو ملائکه میگه اجازه بده که دو دانه خشت به دو تا کو مثل دو خشت است، ما یک کورازی دیگه گرفته، یک چیز فرق کل از آمده، فرق از که از کلش بیغم شوی، یک دانه کافر نمانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نه ما الله گفته که و ما ارسلناک
الا رحمت للعالمین. من رحمت هستم برای عالمین. خیر است که پدرای ریش سفیدشان با ما مخالفت میکنه، مرا لط میکنه. امیدوار هستم که پسرای از اینا چی شوه مامانای دعوتگر شوه. و واقعا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینموت یک فکر داره، اینموت یک عقیده داره، الله متعال اکرامه پسر ابی جهل قماندان جنرال مسلمان مجاهد میسازه که در فتوحات روم سهم میگیرن. پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. بعضی کساست که میامدشیش پدرم که پدرم که پدرم که پدرم که پدرم که پدر چی میکنی؟ حالا اکرمه اگه میگه پدرم دیگه باید مسلمان نمیشه. لکن او یک صحابی شجاع قوی مسلمان مومن حق برش رسید. برش گفت تو پدر کمونیست هستی، کافر هستی، بیدین هستی، مرتد هستی، وطن فروش هستی، سیکولر هستی، دشمن الله هستی، دشمن رسول هستی، هر چیزی که هستی پدر تمام جهالت هاست. ابو جهل پدر چی؟ تمام جهالت ها و فساد هست. برای ما هیچ تاثیر نمیکنه. من مثل کی هستم؟ مثل ابراهیم الله مثالش برمون. ابراهیم علیه السلام کل قومش به ضدش است. عقیده باید چی داشته باشی؟ ملت ابراهیم داشته باشی. ملت ابراهیم چی است؟ یعنی عقیده چی داشته باشی؟ ابراهیمی. کل قوم در آتش میپردش و در سختترین حالت ملائکه میه و برش میگه که یا ابراهیم تو را در آتش میپرتن، کمک کارداری. برش میگه که والله ملائکه صاحب او ذاتی که میتونه مرا کمک بکنه و من با کمک از او نیاز دارم، او با خبر است. جزاک الله خیر. الله متعال باز بنده خدا وقتی که نگاه میکنه کل مردم جمع شدن، میگه حتی چیزا میگه حتی سال میگه که یک منطقه را مثل غازی استادیوم جور کردن، کلان منطقه هست و در اینجا صاحب هر کس گفتم که هر کس برای بتای خود این بتا را خوش دارد بره چوب و خسی گپا کپ ریش سفیده کای کافره میدیدی که صاحب یک چوب ده سر شانش کجاست؟ برای در دادن ابراهیم میرم. خب خالق کای کپ اسایل میگدی بیدین مرتد کافر مشرک است و هم چی میکنی خاله؟ والله یک ذره چوب جمع کردیم خسکا برم کم ابراهیم می فتن یقال له ابراهیم، یک بچه جوان است، جوان آمده دین ما را ریش سفیده را بعد سه وام کل از یه جمع کوت میکنن. اما با ابراهیم کی است؟ الله. قلب ابراهیم با کی وصل است؟ با الله. یا کلشان که کار خدا میکنن آتش در میتن دیگه چه قسم ابراهیم ده آتش پرتیم این یک داره منجنی قصه دبای نزی این تو منجنی یک چیز که در این جنگات سنگ میموندن اینجا بازه تو میزدن تو در کلام انداختن در اینجا صاحب ابراهیم علیه السلام مثل سنگ وار میموندن که دیگه قسم خدا آتشی انداختن نمیشه. آتش دیگه صاحب بلنگ است. همین قسم کمی بالا میکنه که تا ابراهیم علیه السلام میگه الله میگه و قلنا سعی کن عظمت خدا بیان میکنه و قلنا یا نار. الله میگه که برش گفتیم آتش سنگ چوب درخت تو فکر میکنی چی هستن؟ سر به خود حرکت میکنن؟ کلش فرمان بردار الله هست، کلش تسلیم الله. تنها تو مخلوق ضعیف ناتوانه که مخالفت امر الله را میکنی، دیگه هیچ چیز مخالفت امر الله را نمیکنه. الله میگه و قلنا و گفتیم ما یا نار او آتشی که بسیار بلنگست میکنی و 20 متر 30 متر در طرف آسمان هستی و دود تو از کل منطقه دیده میشه، کونی بردن سرد شو دلشان بکفان و سلاما. بعضی از مفسرین کرام میگن خب الله میگه کونی بردن سرد شو، گفت نه، اگر کلمه سلام را الله برای آتش استعمال نمیکرد آتش آنقدر سرد میشد که ابراهیم علیه السلام در بین آتش از سردی فوت میکرد.
گفت سرد شو، لکن چه قسم سرد؟ سرده که اینا را سلامت نگاه بکنی، درجه حرارتت باید از صفر پایین نره. اتنا نشه که 200 تحت صفر شوی، 500 تحت صفر شوی. ببینید چه هست این. حالا گپ سر ازی هست که ما در باب توسل از ببخشید، در باب توسل که از طریقی دومشی است که ما گفتیم بعضی از ملائکه هستن که بسیار چی هستن؟ بزرگ هستن. ملک جبال، ملائکه هایی که در آتش هستن، غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. ملائکه وحی که جبریل امین است. دیگه ملائکه مثلا کلانی از اینا، بزرگی از اینا، مقربی از اینا همی کی است؟ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است. اینجا باز چی گفته میشه؟ توسل با چی میشه؟ توسل میشه با چی؟ با پروردگار از اینا. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ در صحیح مسلم آمده هست، میگه چی است؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبریل. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ یا الله، او ذاتی که تو رب جبریل هستی، اگه جبریل هر قدر بزرگ است، تو الله اکبر هستی، اون مخلوق تو است، پیش تو بسیار ضعیف است. اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. فاطر السماوات والارض. سیکو الله رسول الله چه قسم توسل میکنن؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. در کلمه تعهد کرده که یا الله من عبادت ذات تو را به طریقی کی میکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. آل توسل عبادت است نیست؟ عبادت است. رسول الله صلی چی میگفت؟ اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرائیل فاطر السماوات والارض. ای کسی که تو خلق کننده آسمان ها و زمین هستی، عالم الغیب و الشهاده، ای ذاتی که تو عالم غیب هستی، غیبیات هم میفهمی، آشکار هم میفهمی. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. تو حکم میکنی در بین بنده های در چیزی که اونا اختلاف میکنن. اهدینی لما اختلف فیه. دعای رسول الله صلی الله علیه و آله. مرا هدایت بگو در آن چیزی که اونا چی کردن؟ اختلاف کردن، که من در اختلافات، در جنجالات، در شرکیات مبتلا نشم. پروردگار تو مرا هدایت بکو. من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. حدیث صحیح مسلم است که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وقت پرسان شد که به ای شیء کان نبی الله صلی الله علیه و سلم یفتتح صلاته اذا قام من الليل. رسول الله صلی الله علیه و وقتی که نماز خود افتتاح میکرد در قیام اللیل، در قیام اللیل وقتی که ایواز سبحانك اللهم چی میگفت؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. این دعا رو ما و شما باید چی کنیم؟ ما باید این دعا رو ما و شما زیاد محتاج هستیم. پروردگار اختلافات زیاد است، جنجالات زیاد است، مشکلات زیاد است، شرک زیاد است، کفر زیاد است، ارتداد زیاد است، خطر بسیار زیاد است. پروردگار تو مرا هدایت بکن. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. الاله فهمیدین توسل دوم چی است؟ توسل با چی شد؟ با نسبت نام الله و یکی از مخلوقات بزرگ، رب جبریل. با خود جبریل کرد یا با ربش؟ ها؟ با کی کرد؟ با رب جبریل، با رب میکائیل. او رو به خاطر از این نامش برد که اگر او هر قدر بزرگ است، تو رب نمی بزرگ ها هستی، مخلوقات بزرگ. اگه این آسمان ها بزرگ است، سیکن فاطر السماوات والارض، اگه آسمان ها بزرگ است، اگه زمین بزرگ است، اگر کهکشان ها بزرگ است، کی خالق از کی است؟ الله است. فاطر السماوات والارض. طریقه سوم توسل چی است؟ ما و شما باید دلسوز باشیم به مردم بیچاره و مسلمان.
دلسوز باشیم. مردم ما و شما بسیار غم دیدن، درد دیدن، مشکل دیدن و مردم بیچاره ما و شما هیچ چیز دیگه نداره، یک چی دارن، ایمان. و دشمنای اسلام میخوان که ایمانشون هم چی کنه از قلبشون؟ به شکل از اشکال بگیرن. از این خاطر برنامه هایی که او شرک است، کفر است، بدعت است، بیدینی است، مخالفت با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یارو چی میکنن؟ زیاد تشویق، تمویل، خوب و رغبت، فرصت میدن، امکانات میدن و مردم بیچاره مسکین ما و شما که از سن قیافه ها سهل میکنن، سن چهره ها سهل میکنن، اعتماد میکنن. از این خاطر به این ملت بیچاره مسکین و ضعیف چی است؟ فقط آدم برشان عقیده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان برسونه، فقط همین خدمت برشان بکنه و هدایت کار الله است. بسیار کسایی هستن که بسیار در حالت چیز، همین هر جوان هر سفیده که بشینی قصه سابقه خدا بکنه برات میگه صاحب من 20 سال پیش در شرک مبتلا بودم، در بیدینی مبتلا بودم، در کفر مبتلا بودم، در غلطی مبتلا بودم، اما حق برای من رسید. و کسی که الله هدایت میکنه الله هدایتش میکنه. وظیفه ما تو چی است؟ برای همون بیچاره مسکین چی بکنیم؟ همین حق برسانیم با زبان شیرین، با اخلاص دل، با تقوا، با ایمان. والله ما از پیشتان هیچ چیز نمیخوایم، نه پیسه، نه پول، نه شوله برای ما پخته کنیم، نه شوله شیرین روان کنیم، نه پلو روان کنیم، نه قابلی روان کنیم. والله ما نريد منكم شیئا، هیچ چیز نمیخوایم از پیشتان. هیچ فکر ما طرف جیب میبتان و خوراکتان یا پایتان نیست. از پیشتان حتی تشکری هم نمیخوایم. خانی تان آباد که اگان دوام بزنه. چرا؟ با دشنام هم کس نیه که که رتبه انسان با الله چی میشه؟ هر خدا که به خاطر دین الله اذیت شوی، دعوا بشنوی، غیبت بشنوی، باز اونجا امی قوی ایمانی تو زیاد میشه که یک دشنام هم بشنوی اشکا از چشم تو جریان پیدا میکنه. اینمی قطرات اشک که به خاطر دشنام دادن یک کسی که تو را به خاطر چی دشنام داده؟ به خاطر عقیده لا اله الا الله محمد رسول الله، باز این انوز تو را به الله چی میکنه؟ نزدیک میکنه و قلب تو را با اخلاص جور میکنه. با یا الله سعی کنید اگر ما رو خود درشی یک لکس میپیشیدم نکتایی که بسیار خوبش میزدم، ریشم چپتلاش کل میکردم، باز میفتم این استاد پانتون هستم در مجلس احترام بود وام بود کل چیز فلاوارا میخوردم، کلگی بر سلامی میزدم. اما وقتی که آمدیم گفتیم که بگید قول لا اله الا الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میگه ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، باز ابو لهب از پشت سرش سر همین چیزا گرفته بود ایها الناس لا تصدقوه فانه کذاب، صدا میکرد تصدیق نکنید این دروغگوی است، از دین پدرای خود برآمدن، اینو نگیرین چیز نکنید. و رسول الله صلی الله علیه و ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما یگان تا کس که زیاد این سر دعوت تو را تفسیر میکنه، من برادر همین کار رسول الله را که میکنی، همین کار ابو لهب خود نکن، همین کار ابو لهب خود نکن، کار دیگه کردن نمیتونی، کار ابو لهب خود نکن. بعضی کسا کار کی نمیکنه؟ ابو لهب همین خود نکن. خب طریقه سوم در توسل در قرآن و سنت، ما از قرآن و سنت میگم، از قرآن و سنت چی هست که برای ما آمده هست؟ توسل با ایمان خود توسل کننده، ایمان خود برای الله پیش میکنی. دلیلتان چی است؟ دلیل الله متعال میگه در سوره آل عمران آیت 53 ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. دیدین؟ با الله دست دعا را بالا میکنی و میگی ربنا ای پروردگار ما آمنا ایمان آوردیم سیست به چی؟ بما انزلت به آنچه که نازل کردی واتبعنا الرسول و ما مطابقت از کی کردیم؟ از رسول کردیم. فاکتبنا مع الشاهدین ما را هم در جمله کی؟ شاهدین. پس این توسل با چی است؟ با ایمان خود، ایمانت به الله پیش میکنی، ایمانت به الله پیش میکنی. طریقه چهارم توسل با اعمال صالح خود توسل کننده. از کجا ایره میگیم؟ ایره میگیم
از حدیث متفق علیه که امام بخاری و امام مسلم روایت کردن. سه شد نه؟ درباره اونمو 3 نفره که در بین غار کوه بند ماندن و اینو کلتان میفهمید. بگویم براتان یا میفهمید؟ کلتان میفهمید. 3 نفر در غار کوه بند ماندن، سنگ رفتن در غار کوه، در کدام سفری در هر جایی که بودن رفتن در یک جای غار کوه است، کوه بلند است، یک غار کوه است، یا باران شد یا سختی شد یا مانده شد، والله اعلم هر چی که بود. منتها در حدیث میگه که همین 3 نفر رفتن در کجا؟ در داخل غار داخل شدن. وقتی که داخل غار داخل شدن، در بین غار چی شد؟ یک دفعه سنگ صاحب از کلون خورد، بیچاره رو تب داره امی غار سنگ گرفت. حال تاریک، نفسام قید هستن، مؤمن بودن، با ایمان بودن، دین نمیفهمیدن. و چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیحه خود چرا بر ما نقل میکنه؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه یک کس را میکنه؟ یعنی قصه مجرد قصه گفتن است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه هایی که مربوط به عقیده هست بر ما تو بیان میکنه تا که ما تو عقیده ما جور شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد که هم قصه را برات بگوید که خسته نشی، هم عقیده را از خلال از این یاد بگیری و بفهمی. میگن چند نفر مسلمان بودن رفتن در امتیاز غار بند ماندن، بالاخره هیچ دیگه وسایل نیست، هر قدر که زور زدن در سنگ از نگاه فیزیکی حالا شانای تا نبتین، حالا پای تا بتین، حالا ارسی مطیله میگه هر چی که سنگ دانه غار گرفته، هیچ چیز نیست. حالا گفت چی کنیم؟ حالا گفت بیاین برای الله. عالم اسباب ختم شد. چیز نه؟ عالم اسباب چی شد؟ ختم شد. زور ما جواب داد، ما را کمربند شاید تکواندو بازیم جواب داد. حالا چی کنم؟ هیچ زور نمیشه، جوانم هستم، قوت هر قدر که زور زد نمیشه، سنگ بسیار بزرگ است. حالا چطور کنیم؟ گفت عالم اسباب چی است؟ ختم است. در عالم ما فوق اسباب به اشخاص رجوع کردن و یا اعمال خود به الله پیش کردن. اعمال خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نگفتن که او ابراهیم علیه السلام مرا نجات بده، نگفتن او نوح علیه السلام به داد ما برس، نگفتن. آمدن گفتن که یا الله، یک هر کدامش پیش شد گفت یا الله این عمل صالحی ما بود، دیگه گفت یا الله این عمل صالحی ما بود، دیگه گفت یا الله یعنی همون عرصه شون یک عمل خدا. در دفعه اول یک کمک سنگ پیش رفت، در دفعه دوم کو دعا کرد کم دیگه، در دفعه سوم سنگ بیخوس شد. و چیز این توسل با چی میشه؟ با اعمال صالحی خودت. میشه یک وقت مثلا در یک جای سرد سختی می بهش میگی یا پروردگارا فلان شو کلگی خواب بودن، کلگی استراحت بودن، مردم شکم‌ها را پر کردن، از دسته که شکم‌ها پر بوده که صاحب هیچ از خواب بیدار نمیشدن، حتی خورخورش جگرها را صاحب مصروف ساخته بود. و ما آمدم صاحب 2 بجه شب 3 بجه شب و دربار تو سجده کردم و گریه کردم، توبه کردم، عذر نیاز کردم. یا الله اگه می 2 رکعت تهجد به خاطر رضای تو خوانده باشم، من از این مشکل چی کنم؟ نجات بدی. این توسل چی است؟ مشروع است. یا الله فلانی وقتا مثلا این گناه هست، سختی بود، فلانی بود، مردم رفتن صاحب چی گناهایی کته کته، من به خاطر ترس توی نبی گناه را مرتکب نشدم. یا الله اگر این عمل ما قبول شده باشه برای تو سرمد دمی لحظه من از این مشکل خلاص بکنم. این توسل است که این رسول الله صلی الله علیه و سلم از این حدیث شریف، حدیث اون شما یاد دارین چیزه. طریق پنجم توسل با بیان عاجزی و ناتوانی خود توسل کردن. عاجزی تا پیش میکنی، ناتوانی تا پیش میکنی. دلیل دارین؟ ما چی میگیم وقتی که میگی که از قرآن و سنت است، باید در قرآن یا سنت چی داشته باشی؟ دلیل داشته باشی. گپ نزن. دین کلش سند است. حق رساندن حق باید توسط چی باشه؟ با سند باشه، با آیات قرآن و احادیث است. خب ما میخوایم عاجزی و بیچارگی و ناتوانی خدا بگیم که الله ما عاجز هستم، ناتوان هستم، استخوانم پوسیده است، ریشم سفید شده، سرم مویایم کلش سفید شده، دیگه هیچ توانایی ندارم، چی ندارم. این توسل میشه، ولی میشه مر سندش بفرمایین چیزا باز کنین. سوره مریم آیت 4 الی 6. توسل زکریا علیه السلام. الله متعال چرا توسل زکریا علیه السلام در قرآن ذکر میکنه؟ به خاطر از اینکه زکریا یک پیغمبر بود، توسل از او یک توسل
ایمانی بود به اساس هدایت الهی، بنابراین این توسل کرد. چی گفت؟ قال ربی، چی گفت؟ قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. مثلا سعی کنین خود پیغمبر سیزنه آل زکریا علیه السلام پیغمبر است. قبل از این چقدر پیغمبرها و شخصیت های خوب هستند. و در فلسطین است. در کجا است؟ در فلسطین است. و در فلسطین به هزارها قبر پیغمبر است. سیزنه قبر ابراهیم علیه السلام است، قبر دیگه پیغمبرها هست، بسیار شخصیت های نیک است. خودش پیغمبر است، شخصش. حالا یک مشکل داره. مشکلش چی است؟ مشکلش چی است که خودش ریش سفید شده، خانمش هم عقیم است، نازا هست. خانمش در جوانی صاحب طفل نشد. در عالم اسباب، در عالم اسبابی است که شخص جوان باشه، خانمش هم چی باشه؟ جوان باشه، با هم ازدواج میکنن، صاحب فرزند میشن. این دو تا ازدواج کردن، صاحب فرزند نشدن. در عالم اسباب ختم شد. آل در عالم ما فوق اسباب که توسل به الله میکنه، زکریا علیه السلام با چی توسل میکنه؟ توسل میکنه با ذکر عاجزی خود. میگه انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. میگه پروردگارا استخوانایم پوسیده شده، سنم بسیار کلان شده، یعنی پیر و ضعیف هستن دیگه، پوسیده شده، استخوانایم دیگه کج شده، دیگه توانایی نداره. واشتعل الرأس شیبا، سرم کلش سفید شده. متوجه هستین؟ ولم اکن بدعائک رب شقیا. و پروردگارا هیچ وقت در دعای تو که از تو طلب کردیم ناامید نبودیم. شقی کی هست؟ که ناامید از الله میشه، به عوض رجوع و بارگاه الله به کجا میره؟ به مخلوق میره. یعنی پروردگار ما هیچ وقت نکردیم که دست دعا را به کی دراز کرده باشم؟ به کدام مخلوق. پس این چی میکنه؟ یعنی هم ذکر عاجزی خدا میگه و هم ذکر ایمان و اعمال صالحیش که به غیر الله رجوع نکردن. چی است؟ و اینی خفت الموالی من ورایی و کانت امرأتی عاقر. بعد از من مثلا بعضی کسا و از خودگی من میان و خانم من هم چی هستن؟ عاقر هست، یعنی در جوانی خود صاحب اولاد نشدن. فهب لی من لدنک ولیا. پروردگارا تو حکم تو چی است؟ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. بر پیر و ریش سفید و ضعیف و عقیم بر کلش میگه. پس پروردگارا تو از بارگاه خود یک هبه برم بده، یک تحفه. واجعله ربی راضیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله. و الله متعال، باز شما باقی قصه شده در تفسیر خواندید که باز الله متعال برش یحیی علیه السلام چی میکنه؟ فرزند برش میده در این وقت. پس اینجا زکریا علیه السلام با چی توسل کرد؟ با ذکر عاجزی خود، نه؟ اما ما میگم سه چیز توسل کرد، با سه چیز. فهمیدید؟ پس اصلا آیت بخونید. این در مثال عاجزی گرفتید، لکن اینجا اول توسل کرد به نام الله، گفت چی؟ ربی. صحیح شد یعنی؟ توسل با چی کرد؟ نام از نامهای الله. صحیح شد نه؟ این توسل نمبر یک. توسل دعای صالحی خود. ولم اکو بدعائک ربی شقیا. یعنی ما همیشه اعمال صالحه کردیم به غیر از بارگاه تو و بارگاه مخلوق رجوع نکردیم. پس توسل با ایمان و اعمال. در حقیقت 4 چیز توسل کرد. فهمیدین نه؟ آیت قرآن این قسم بفهمین. خب یک دفعه خواندی، باز دفعه دیگه باز بخوان، دفعه دیگه باز بخوان، باز برات معلوم میشه. خب یک مثال در اینجا گفتیم. اما توسل به 4 چیز کرد. با چی؟ با نام الله، 1 با عاجزی خود، 2 با ایمان خود. چرا؟ آدمی که ایمان صحیح داره و شقاوت نمیکنه. 4 با اعمال صالحی خود که هیچ وقت دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند نکرده، شقاوت رو نمیدونه نکرده. پس این توسل چیز بود. طریقه دیگه ان شاء الله باز کنم وقت دیگه میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.